بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. مثال آنانی که داراییشان را برای طلب رضای خداوند و استواری ملکات انسانی خود خرج می کنند مانند باغی است در جای بلند، باران تند بر آن می بارد و آن را دوچند می سازد و اگر باران تند به آن نرسد شبنمی برای آن کافی است و خداوند به هر چیزی که شما می کنید بیناست. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آیا یکی از شما دوست دارد که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد که جویبارهای در زیر آنها جاری باشد؟ در آن باغ همه اقسام میوه ها موجود باشد. صاحب آن باغ و پیری رسد و دارای فرزندان خردسال و ضعیف باشد و این باغ در گردباد آتشین گیر آید و بسوزد. بدین ترتیب خداوند آیات خود را به شما بیان می کند تا باشد که شما فکر کنید.